أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم ولا فهم لنا. آنچه که در رابطه با ملت ابراهیمی بود و دین سیدنا ابراهیم علیه السلام و نه تنها دین ابراهیم بلکه تمام اولاد ابراهیم، دین اسحاق، دین یعقوب، دین اسماعیل، در آیات گذشته خواندیم که همه اینها بر اسلام بودند. تبلیغاتی که یهودی ها داشتند یا مسیحیان داشتند، اون تبلیغات غلطیه. ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا یا ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت. یعقوب هم برای یهودیت وصیت نکرد، بلکه همه اینها بر اسلام بودند، بر اخلاص بودند، بر تسلیم شدن. ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك و اله آبائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الها واحدا و نحن له مسلمون. پس اصل دین اسلام هست. این واژه که شما درست کردید یهودیت و میگویید پیامبران بر اینها وصیت کردند، اینها غلطه، اینها مندرآوردیه، اینها را شما از خود ایجاد کردید. حال شبهات دیگر، بعضی از شبهات و اشکالات در آیات گذشته پاسخ داده شد و بعضی اشکالات دیگر که در آینده متوجه شما میشه، اونها را الله عزوجل پیشا پیش مطرح میفرماید و پاسخ اونها را ذکر میفرماید. سیقول السفهاء اشاره به شبهه‌ای هست که در آینده مطرح می کنند، چون هنوز دستور تحویل قبله داده نشده که این شبهه را و این اشکال را مطرح بکنند. الله عزوجل پیشا پیش می فرماید که این نادانها بر علیه شما اعتراض خواهند کرد وقتی که خدای عزوجل دستور تحویل قبله صادر بفرماید. اینها اعتراض می کنند که ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. چه چیزی باعث شد، چه انگیزه‌ای باعث شد که اینها از این قبله‌ای که بر آن قبله بودند، از اون قبله منحرف شدند و برگشتند به قبله جدید. خدمت شما درس صبح هم عرض کردم که ابراهیم علیه السلام بخشی از اولاد و فرزندان خودش را در شام و فلسطین گذاشت بعد از اینکه از عراق آمد. حضرت ساره و بعداً اولاد او که اسحاق و پشت سر اسحاق یعقوب
اونها در اونجا ساکن بودند و باشنده بودند و اسماعیل و مادرش را در مکه مکرمه گذاشت. اینجا به دستور الله عزوجل که با نشان دادن حضرت جبرائیل قوائم بیت را نشان دادن، اینجا بیت الله را بنا کرد و اونجا بیت المقدس را هم ابراهیم بنا کرد بعد از 40 سال، انگونه که در روایت بخاری آمده. ابوذر رضی الله تعالی عنه از رسول الله پرسید، اون مسجد بعد از 40 سال توسط ابراهیم درست شد. پس بانی هر دو ابراهیم هست و این نکته را هم خدمت شما عرض کردم که بانی اول آدم علیه السلام هست و بعضی میگویند حتی فرشتگان. ابراهیم علیه السلام اون قوائمی که از آدم به جا مانده بود، یرفع ابراهیم القواعد، اونها را جبرائیل امین نشان داد و بلند کرد و مجدد اونجا بیت را بنا کرد. پس دو تا قبله برای فرزندان ابراهیم بود، برای بنی اسماعیل کعبت الله و برای بنو اسحاق و بنی اسرائیل بیت المقدس. اینجا بیت الله یا مسجد الحرام، اونجا مسجد الاقصی. البته اون قبله مال فرزندان اسرائیل بود، مال فرزندان اسحاق بود. این قبله را بعداً الله عزوجل عالمی قرار داد. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدى للعالمین. در پایان آیه هست هدى للعالمین، برای همه عالمیان، چون که رحمت للعالمین اینجا مبعوث شد و این قبله قبله عالمیان شد. الله عزوجل مقدر فرموده بود که این قبله قبله عالمیان باشه. لذا ابتدا رسول الله صلی الله علیه و سلم در زندگی مکی به سوی همین قبله نماز میخواند، مسجد الحرام. اما وقتی که به مدینه طیبه رفت، اونجا ابتداءً به سوی بیت المقدس نماز خواندند. خدای عزوجل دستور دادند، اون دستور خدا در قرآن نیست، اون از طریق وحی مطلوب. این که ما میگیم وحی غیر مطلوب، وحی غیر مطلوب که ما میگیم که قابل عمل هست، واجب العمل هست، یکی از نمونه های کوچکش اینه. و آن حضرت صلی الله علیه وسلم تا 16 ماه الی 17 ماه به اون سمت و سو نماز میخواند تا اینکه دستور رسید که به اون قبله اصلیشتون نماز بخوانید. حال هنوز دستور نرسیده، پیشا پیش رب العالمین پیشگویی میفرماید که اینها در آینده این نادانها خواهند گفت، سیقول السفها، ان قریب خواهند گفت سفها و نادانها از مردم، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، چه چیزی اونها را برگرداند. این مقوله سفها هست، ما ولاهم، چه چیزی اونها را برگرداند از قبلهشان که بر اون قبله بودن. منظور از قبلتهم بنویسید بیت المقدس، بیت المقدس. این که به طرف بیت المقدس نماز میخواندند و الان به طرف بیت الله میخوانند، چه چیزی اینها را برگرداند؟ معلوم میشه که هنوز دستور نرسیده، هنوز اعتراض هم وارد نشده، پیشا پیش پیشگویی هست. چنانچه میفرماید علامه اندلسی در بحر المحیط، سیقول ظاهر فی الاستقبال و انه اخبار من الله تعالی لنبیه صلی الله علیه و سلم انه یصدر منهم هذا القول فی المستقبل. الله عزوجل پیشا پیش خبر میدهد پیامبرش را که در آینده این اعتراض را مطرح میکنند. و ذلك قبل ان یؤمروا باستقبال الكعبه، بحر المحیط، قبل از اینکه الله دستور بده. لذا پیشتر از آن الله میفرماید اینها خواهند گفت ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اما خدای عزوجل جواب را و پاسخ اعتراض اونها را هم اینجا بیان فرموده. دو تا جواب هستند.
یک جواب به تعبیر شیخ ما رحمه الله حاکمانه و یک جواب حکیمانه. قل لله المشرق والمغرب، این جواب حاکمانه بنویسی زیرش. مشرق و مغرب مال الله است، از آن الله است. مشرق و مغرب منظور تنها مشرق و مغرب نیست، جهات 6 هست، هر 6 جهت، شمال جنوب مشرق مغرب بالا پایین، هر سمت مال الله است. به هر سمتی که اینما تولوا وجوهکم فثم وجه الله، هر سمتی الله را میابید. لذا الله عزوجل به یک سمت خاصی قبول نمی کند که بقیه سمتها قبول نکند، چنین نیست. یهدی من یشاء الى صراط مستقیم، اینم علتش است. الله هر کسی را که بخواهد به صراط مستقیم راهنمایی می کند. لذا تمام جهات مال الله عزوجل هست. این جواب اصل است، حاکمانه است، یعنی دستور خداست. قدیما می گفتند که ارتش چرا ندارد؟ ارتش وقتی که بگه این کار را بکنی دیگه چرا ندارد. الله وقتی که دستور بده، اون که احکم الحاکمین است، اون ذاتی که لله المشرق والمغرب مال او هست، این دیگه چرا ندارد؟ دستور داده دیگه. اما الله عزوجل از آنجایی که ذاتش حکیم هست جواب حکیمانه هم میده، علت و حکمت را هم بیان میفرماید. الله عزوجل میفرماید وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بعضی از مفسران این جمله را جمله معترضه قرار میدهند، ولی این جواب هست. من قبل از اینکه این جواب را در پرتو آیه توضیح بدم، مقدمتا خدمت شما عرض می کنم که الله عزوجل چون این امت را امت خاتم قرار داده و نبیش نبی عالمی هست، برای تمام جهانیان هست، این امت هم امت عالمی هست. این دین مال یک قوم خاص نیست، مال یک شهر خاص نیست، مال یک روستا مثل ادیان گذشته، شرائع گذشته نیست. این دین دین عالمی هست، نبیش رحمت للعالمین هست. لذا این امت فرق میکنه با بقیه امتها. الله عزوجل میخواهد که در مزاج این امت اعتدال بیاد، لذا در مزاجش، در منهجش اعتدال باشه، تعصب و دشمنی نسبت به همه امتها از دل خارج بشه. بنابراین الله عزوجل دستور دادن که به قبله اونها هم نماز بخواند، تا نشون بده ما با هیچ که دشمنی نداریم، ما اون پیامبران را هم دوست داریم، به اون پیامبران هم به عنوان پیامبر احترام میگذاریم، به قبله اونها هم احترام میگذاریم. لذا الله عزوجل به خاطر این نکته که حسن ظنی از خودشون نشان بدند و در مزاج اعتدال بیاید، دشمنی نسبت به اونها نباشد، تعصب نسبت به اونها نباشد، خیرخواهی نسبت به اونها باشد، اونها از ما هستند، ما از اونها هستیم. لذا الله عزوجل دستور دادند که به اون سمتی که تعداد قابل توجهی از انبیاء به اون سمت نماز خواندند. عرض کردم فقط بین موسی و عیسی علیه السلام بر اساس گفته مفسرین 4000 پیغمبر آمده، قبله همه اینها بیت المقدس بود. لذا به اون سمتی که این همه انبیاء نماز خواندند، شما هم مدتی نماز بخوانید، از خود حسن ظن نشان بدهید تا رابطه برقرار بماند، تا وجوهات مشترک زیاد بشه. لذا الله عزوجل دستور دادن به اون سمت نماز بخواند. و علاوه از این فردای قیامت قرار است این امت گواه باشند، این امت گواه باشند. گواه در صورتی میتونه باشه
که بین گواه و اون کسی که برای علیش گواهی میده یا به نفعش گواهی میده، یکی که محبت زیاد نباشد. به همین خاطر پدر نمیتونه برای پسر گواهی بده، پسر نمیتونه برای پدر گواهی بده. و یکی این که بین این گواه و بین اون کسی که برای علیه اون گواهی میده دشمنی هم نباشد. اگر ثابت بشه که گواه دشمن مشهود علیه هست، خب گواهیش قبول نمیشه. لذا اینجا باید نشون بده که دشمنی تعصبی هم وجود ندارد. پس الله عزوجل دستور دادند که به اون سمت و سو نماز بخوانید. چرا؟ تا که فردا گواهی بدن. اصلش اینه. آیه را ترجمه بکنم، در رابطه با گواهی عرض میکنم: و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. این حکمت دوم هست، این علت حکیمانه است که ما شما را قرار دادیم امت وسطی، امت میانه، امت معتدل، نه متعصب، نه دشمن، نه بر علیه مردم عرض کنم که شما عداوت داشته باشید، تا اینکه لتکونوا شهداء علی الناس، شما گواهانی باشید بر مردم. چگونه گواهانی باشید؟ البته در رابطه با تفسیر شهداء علی الناس بین مفسران اختلاف هست. بعضی همچون شاه عبدالقادر رحمه الله اینجا شهداء را که فرموده جمع شاهد هست ترجمه کرده بتانه والا در زبان اردو، یعنی بیان کنندگان. شما بیان بکنید بر مردم، مطالب را، دین را تبلیغ بکنید. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و رسول صلی الله علیه و سلم بر شما بیان کننده باشد. خب یعنی پیغمبر دین را به شما رسوندند و به شما فرمودن فلیبلغ الشاهد منکم الغائب، بعدا شما به دیگران برسونید. یک مطلب اینه بر اساس گفته شاه عبدالقادر رحمه الله. یک مطلب دیگه گواهی که ما هم اون را به عنوان گواهی میدونیم. روز قیامت گواهی بدهید بر علیه مردمی که از انبیاء خودشون حرف شنوی نداشتند. و این تفسیر دوم تایید میشه با روایتی که در صحیح بخاری آمده. در اون روایت هست یجاء بنوح علیه السلام یوم القیامه، نوح علیه السلام را در روز قیامت میارند. فیقال له هل بلغت؟ فیقول بلغت. میگه آیا پیام الله را رسوندی؟ میگه بله رساندم. یعنی نعم یا رب. فیسأل امته هل بلغکم؟ فیقولون ما جاءنا من نذیر. امت انکار میکنه خدایا کسی به ما نگفته بود. فیقال من شهودک؟ ای نوح شهودت کیه؟ نوح و همه انبیا. فیقول محمد و امته. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم فیجاء بكم فتشهدون. شما را میارند ای امت من، شما گواهی میدهید. از کجا شما میدونستید که نوح پیام خدا را رسونده؟ پیغمبر به شما گفته، قرآن برای شما بیان کرده، لذا شما پیغمبر را به عنوان گواه میگیرید. و یکون الرسول علیکم شهیدا. پس گواه به این معنا هست. این تفسیر دومه. در صورتی شما میتونید امت وسط باشید، امت میانه باشید، امت معتدل باشید، امتی که رابطه داشته باشید که شما به قبله اونها احترام بگذارید. و به این خاطر الله عزوجل دستور دادن شما به اون سمت و سو نماز بخوانید. اما اهل بدعت و اهل خرافات از این آیه گاهی میخواهند که سوی استفاده بکنند. اونها فقط دنبال نکات هستند، دنبال این هستند که از یک جای روزنه پیدا بشه برای اون عقیده خرافاتی خودشون دلیل پیدا بکنند. اونها از اینجا استدلال میگیرند که پیغمبر را الله عزوجل شهید قرار داده. شهید به معنی حاضر و ناظر، یعنی پیغمبر بر اعمال شما حاضر و ناظر است.
معنیش اینه که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ما را میبیند، میشنود، مشاهده میفرماید، روز قیامت گواهی میده خدایا اینها خوب عمل کردند یا عمل نکردند، در حالی که این مفهوم از هیچ آیه و هیچ روایتی ثابت نیست. آن حضرت صلی الله علیه و سلم در روایتی میفرماید روز قیامت گروهی را میبرند به سوی جهنم، من میگم او صحابی اینها یاران من بودند، به من گفته میشه شما نمیدونستی بعد از شما اینا چی کردند. بس اگر پیغمبر گواه بود هیچ وقت نمیگفت او صحابی. این در رابطه با اون مرتدین هست که ضعیف بودند بعدا ارتداد را اختیار کردند. یا اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید مرا میآورند برای گواهی، من میگویم همان گونه که برادر صالح عیسی علیه السلام گفت و که پروردگار کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید. در رابطه با اون حاضر و ناظر و اون گواهی که شما میخواهید استنباط بکنید از این آیه شریفه، آن حضرت صلی الله علیه وسلم صراحتا فرموده. و باز اگر پیغمبر حاضر و ناظر، پس امتش هم حاضر و ناظره. ما رحم الله عزوجل میفرماید شهداء علی الناس، کی از شما بر مردم حاضر و ناظره؟ اون چی که ما گواهی میدهیم بر اساس گفتهای رسول مکرم صلی الله علیه و سلم هست. خب این علت دیگر که خدای عزوجل دستور دادن به اون سمت و سو نماز بخوانیم. حال علت سوم به خاطر امتحان. الله عزوجل میخواست امتحان بکند که من و عن پیروی میکند، که کاملا تسلیم میکند و آمنا و سلمنا میگوید. وقتی که دستور داده میشه به طرف بیت المقدس چشم، وقتی که دستور داده میشه به طرف بیت الله، به محض اینکه دستور صادر میشه اینقدر اطاعت، اینقدر فرمانبری. مثل یهود نیستن. چرا؟ چی شد؟ علت چی بود؟ همونطور که در نماز هست 2 رکعت را به سوی بیت المقدس خوانده، همونطور 2 رکعت دیگر را به طرف بیت الله میخواند. مسجد قبلتین شاهد این مسئله هست. لذا الله می فرماید و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، ما قرار ندادیم اون قبله که تو بر او بودی، الا لنعلم، تا که ما مشخص بکنیم. علم خدا قبلا گفتم به معنی چی هست؟ به معنی ظهور است، تا که ظاهر بکنیم، تا که آشکار بکنیم، تا که نشون بدیم و مشخص بکنیم، تا که ظاهر بکنیم. من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبه، چه کسی پیروی می کند پیغمبر را، اینها را جدا بکنیم. بعضی گفتن الا لنعلم الا لنمیز، ما جدا بکنیم، ما ممتاز بکنیم آنهایی که رسول را پیروی می کنند. ممن ینقلب علی عقبه، از آنهایی که بر می گردند بر پشت سر، یعنی اونهایی که دچار تذبذب و تزلزل میشند و تردد میشند که اونها منافقین بودند، اونها هم همسو همصدا با یهودی ها. و این کانت لکبیرة الا علی الذین هدى الله، گرچه این تحویل قبله و این دستور تحویل سنگین هست مگر بر کسانی که الله عزوجل اونها را هدایت فرموده. لذا اونهایی که الله عزوجل هدایتی نصیبشون کرده بر اونها آسانه، چون اونها کاملا تسلیم پروردگار هستند. حال وقتی که دستور تحویل داده شد و اینکه الله میفرماید سنگینت، یکی از موارد سنگین اینه که میاد یهودی ها گفتند که پس اینها مسلمانانی که قبلا به این سمت ما نماز میخوندند، اونها هیچ نمازی به طرف بیت الله نخوندند، به طرف مسجد الحرام نخوندند، بالخصوص اونایی که اینجا در مدینه بودند. پس قبل از این وفات کردن تمام ایمانشون ضایع، تمام نمازشون برباد.
الله عز وجل جواب میده نه و ما کان الله لیضیع ایمانکم، الله تعالی ضایع نمی فرماید نمازهای شما را، ایمان شما را. علت ان الله بالناس لرؤوف رحیم، بدون شک خداوند نسبت به بندگانش هم رأفت دارد و مهربان است. این آیه ما را بسیار امیدوار میکند خدا سخت نمیگیرد، بنده در حد توانش و وسعش بنده تلاش بکند، الله عز وجل رؤوف الرحیم هست. قد نرى تقلب وجهك في السماء، هنوز دستور تحویل داده نشده، از این به بعد میاد. الله تعالی ذکر میفرماید اون چه که پیغمبر برایش بیقرار بود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم دستور داده شدند که به سوی بیت المقدس نماز بخوانند، خواندند، اما از یک طرف می دیدند که یهود ایمان نمی آورند. یکی از علتهای تحویل و استقبال به بیت المقدس همین بود که یهودی ها به یهودیان نشان داده بشه که ما موافق دین شما هستیم، ما با شما مشکل نداریم، این حسن ظنی به اونها نشون بدیم تا اونها ایمان بیاورند. از طرف دیگر اون مردم جاهل عرب اونها هم نگران بودند، پریشان بودند که اینا میگن ما ابراهیمی هستیم، کجا شد قبله ابراهیمی؟ رسول الله هم میدانست که این حکم موقتی هست، لذا سراسیمه بودند، بیقرار بودند، بار بار به آسمان نگاه میکردند. این نگاه کردن به آسمان کنایه از انتظار وحی هست، کنایه از انتظار برای آمدن جبرائیل هست. الله اون را با این تعبیرات ذکر می فرماید، اون انتظار را. قد نرى تقلب وجهك في السماء، تقلب از نظر لغوی عرض کنم که این طرف و اون طرف زدن. تقلب اصل میگویند تقلب حیه را، تقلب مار را که در عرض کنم ریگهای داغ، گاهی شکمش، گاهی پشتش، گاهی یک طرفش، گاهی طرف دیگرش هی میغلطد تو ریگ، از بس داغ هست، آرامش ندارد. لذا الله عز وجل میفرماید ما میبینیم تقلب چهره را، یعنی بار بار گشتنش را، گشتن چهره شما را و رخ شما را به سوی آسمان، در آسمان. تقلب الشیء ظهر البطن کالحیه تتقلب فی الرمضاء. لذا الله وعده تحویل میده، فلنولینک قبلة ترضاها، ما شما را برمیگردانیم به قبله ای که شما میپسندید، او را راضی میشید. لذا حال فول وجهک این ایفای وعده هست. اینجا الله عز وجل اون وعده را کامل فرمودند. الله می فرماید فول وجهک شطر المسجد الحرام، برگردان چهرت را به جانب مسجد حرام، جانب مسجد حرام. و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطرا. اینجا دستور به کسی فکر نکنه که این دستور خاص رسول الله است، این تأکید برای تعمیم است، مال همه هست، مال همه مسلمانان. و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطرا، هر جا شما باشید شما برگردانید چهرهایتان را به اون جانب. خب حال این دستور تحویل هست و ایفای اون وعده هست. اما الله عز وجل اطمینان بیشتر میده که اهل کتاب میدونن این مسئله را، اونها میدونند که قبله این پیامبر خاتم قبله ابراهیم خلیل است، اونا توی شک ندارند. و ان الذين اوتوا الكتاب، همان آنانی که کتاب داده شدند، چه یهود چه نصارا، لیعلمون انه الحق من ربهم، اونها میدونند، سوگند به خدا اونها میدونند که انه الحق، این تحویل قبله، این عرض کنم که تصریف وجه الى المسجد الحرام حق است، از جانب ربشون هست. خدا میدونند.
و اگر کتمان بکنند، اینجا وعید است بر کتمان اونها. و ما الله بغافل عما یعملون، الله غافل نیست از آنچه که عمل میکنند. ای من کتمان الحق بنویسید، یعنی اگر کتمان بکنند، اگر مخفی بکنند، اگر واقعیت را نگویند، خدا غافل نیست. خدا به وقت به کیفر اعمالشون و به کیفر این عرض کنم حق پوشیشون میرساند. ولئن اتیت الذین اوتوا الكتاب بكل آیة ما تبعوا قبلتک. حال الله عزوجل باز هم زجر و سرزنش بیان میفرماید، توبیخ میفرماید این قوم معاند را، اینهایی که بر عناد هستند، بر مسیر ضد هستند. شما هر آیه، هر نشانی، هر دلیلی برایشون بیاری، اونها قبله شما را پیروی نمی کنند و شما هم تا ابد به سوی قبله اونها نماز نمی خوانید. این یک نوع حسن ظن بود، یک رفتار حسنی و یک عرض کنم خدمت شما که در واقع نشون دادنی به اونها که ما تعصب نداریم، ما عداوت نداریم، ما دشمنی نداریم، ما اون قبله شما را هم به عنوان قبله میدونیم، ما کتاب شما را هم کتاب آسمانی میدونیم، اما نه اینکه به خاطر شما عمل میکنیم، به خاطر که دستور رب ماست. الله می فرماید ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب، اگر بیاوری پیش کسانی که کتاب داده شدن، به کل آیت، اگر بیاوری هر آیه‌ای، هر حجتی، هر نشانی، ما تبعوا قبلتک، آنها پیروی نمی کنند قبله شما را، و ما انت بتابع قبلتهم، شما هم تابع قبلت اونها نیستید، و ما بعضهم بتابع قبلت بعض، اونها هم تابع قبلت هم نیستند. یک گروه یهود هستن بیت المقدس نماز میخوانند، مسیحیان هستن بیت لحم نماز میخوانند، به سمت بیت لحم قبلهشون هست. لذا شما را که خدا دستور داد، خداوند عزوجل دستور داد، دستور خدا بود، نشون دادن حسن ظن بود، نشون دادن این است که ما از تعصب بدور هستیم، اما از این به بعد شما اجازه ندارید که از هوای اونها، از خواهشات اونها، از تمایلات شخصی اونها پیروی بکنید. ولئن اتبعت اهواءهم، اگر شما بالفرض والمحال پیروی کردی از اهوای اونها. صبح خواندیم اهواءهم چی بودند؟ از آرزوهای بی اساس و بی جای اونها. معلوم میشه که تمام دین اونها بر اساس هوای نفسی که خدای عزوجل انتظارات اونها را به عنوان چی ذکر میفرماید؟ هوا ذکر میفرماید. لذا اگر اونها را شما پیروی کردید بعد ما جاءک من العلم، بعد از اینکه علم قطعی آمد درباره قبله، از این به بعد دیگه اجازه نیست. اگر این کار را کردی انک اذا لمن الظالمین، در این وقت شما از بی انصاف ها خواهید بود، یعنی ظلم کردی. لذا دستور خدا اینه که از این به بعد به هیچ وجه شما از اونها پیروی نکنید و اونها هم حقیقت را میدونند. الذين آتیناهم الكتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. الله میفرماید آنهایی که ما به اونها کتاب دادیم میشناسند او را. کی را میشناسند؟ اینجا دو قول است. یکی یعرفونه یعنی تحویل قبله را، اونها میدونند که بالاخره قبله به سمت بیت الله هست، قبله ابراهیمی هست. و تفسیر دوم و توجیه دوم یعرفونه یعرفون النبی، این پیغمبر را میدونند. چطور پیغمبر را میدونند؟ میدونند که از کجا به دنیا میاد، از کجا مبعوث میشه، به کجا هجرت میکند و عرض کنم قبلش کدوم سمته، کتابش چیه، همه مشخصات را میدونن. یعرفون اگر به معنای نبی بکنیم، به معنای پیغمبر بکنیم، اون وقت شامل قبله هم میشه.
عامتر میشه، کاملتر میشه. یعنی اونها میدونند که این پیغمبر قبلهش کجا هست. کما یعرفون ابناءهم، همان گونه که فرزندان خودشون را میشناسند. در میان فرزندان، در میان 50 تا فرزند شما چطور میدونه اون یکی مال منه؟ اینا در میان این همه مردم میدونه این پیغمبر خداست. اون علائمی که ذکر شده، اون خصوصیاتی که ذکر شده، اخلاقیاتی که ذکر شده، مولدش و محل هجرتش و عرض کنم قبلش، همه چیز را میدونند. خب وقتی که میدونند چرا نمیگویند؟ الله می فرماید و ان فریقا منهم لیکتمون الحق، گروهی از اینها کتمان میکنه حق را. الحق اینجا الف لام عهدی هست، هر حق مراد نیست، همین حقانیت رسول الله مراد است. یا اگر مراد قبله باشد حقانیت قبله مراد است. و هم یعلمون، میدونند و کتمان میکنند. لذا شما نگران نباشید، الحق من ربک، حق واقعی، امر واقعی از جانب ربت هست، یعنی ثابت شده هست. فلا تکونن من الممترین، هرگز از ممترین نباشید، از شک کنندگان نباشید. ولکل وجهة هو مولیها فاستبقوا الخیرات. عرض کنم که الله عزوجل می فرماید برای هر امتی، لکل تنوین برای عوض است، ای لکل امت، برای هر امت جهتی هست، یعنی قبله هست که هو مولیها، او به اون سمت نماز میخواند، به اون سمت رخش را میدهد. فاستبقوا الخیرات. لذا الان این مسئله زیاد مهم نیست، این مسئله اینقدر اهمیت نداره که وقت سپری بکنید در این، در بقیه امور خیر از هم دیگه پیشی بگیرید، سبقت بگیرید. ببینید مسئله تحویل به بیت الله اینجا چند بار تکرار میشه. خب اول به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته شد که فولی وجهک شطر المسجد الحرام، بعدا دوباره گفته شد فولوا وجوهکم شطره، اینجا هم دوباره گفته شد ولکل وجهة هو مولیها، دوباره هست ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام. مقاصد این حکم مکرر چیه؟ بار بار الله عزوجل تکرار می فرماید. اگر ما این ولکل وجهة را حساب بکنیم هم میشه 5 بار تکرار شده. عرض به خدمت شما که هر باری الله عزوجل یک هدفی را در نظر گرفته. اونجا که فرمود قد نرى تقلب وجهك في السماء، اونجا که دستور داد قبله را به سوی قبله نماز بخونید، برای رضاجویی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و اظهار تکریم است. و باز به صحابه که هم دستور داده شد، در واقع نشان داد که این حکم عام است، این حکم خاص نبی نیست. اینجا که میفرماید ولکل وجهة، اینجا بیان عادت الله است، بیان سنت الله است. معنیش اینه که هر امتی که امت مستقلی باشد. ببینید بنی اسرائیل همه یک امت بودند، قبلهشون یکی، کتابشون هم یکی. اما وقتی که یک امت مستقلی بیاید از فرزندان اسماعیل، خب طبیعیه این باید قبلهش جدا باشه، قبلهش باید تفاوت داشته باشه. و باز من حیث خرجت دوبار که آمده، باز هم یکی برای سفر پیغمبر است، یکی برای عموم مسلمانان است. پس تکرار نیست، هر یکی به یک نکته اشاره دارد. لذا الله می فرماید اینما تکونوا یأتی بکم الله جمیعا، هر جا باشید خدا همه شما را در قیامت می آورد. این تخویف اخروی هست، یعنی در کارهای خیر بشتابید که به محضر الله حاضر میشید، اونجا خدا از شما میپرسد بنده چه کار کردی. پس وقت تلف نکنی با بحث قبله، وقت تلف نکنی با یاوه‌گویی های این یهودی ها و منافقین.
شما الان به کار خیرتون بشتابید، مقصدتون حاصل شد، قبله برای شما مشخص شد، از این به بعد ماشاءالله در کار خیر، در عبادت، در طاعت از هم دیگه پیشی بگیرید. ان الله علی کل شیء قدیر، این علت هست که اینما تکونوا یأتی بکم الله جمیعا. حال حکم سفر. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. هر جا خارج شدی، هر جا شما بیرون رفتید، یعنی به سفر رفتید، برگردان چهرهت را به جانب مسجد حرام. این فقط حکم مال حضر نیست، این حکم همگانی هست، در همه حال هست، در حضر و سفر. و انه للحق من ربک، و این حق است از جانب ربت هست، دستور حقی هست و الله عزوجل از اعمال شما غافل و بیخبر نیست. منظور الله عزوجل اعمال شما را حاضر و ناظر است. و من حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. باز به پیغمبر گفته شده، به خاطر چی؟ به خاطر عطف بقیه مسلمانان. و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. هر جا شما بودید ای مسلمانان، شما هم چهرهایتون را به همون سمت مسجد الحرام و جانب مسجد الحرام بگردانید. لئلا یکون للناس علیکم حجه. سه تا علت قبلا خواندیم، این علت چهارم است. چرا به سوی بیت الله؟ چرا به سوی مسجد الحرام؟ تا که نباشد برای مردم، منظور از مردم اهل کتاب هستند، برای مردم بر علیه شما حجتی نباشد. چرا؟ چه حجتی؟ چون که در کتابهای اونها هست که قبله این پیغمبر مسجد الحرام است، کعبه هست. چرا الان به طرف صخره نماز میخواند؟ چرا به طرف بیت المقدس نماز میخواند؟ اگر شما نخوانید به طرف مسجد الحرام، اون وقت اونها این اعتراض را خواهند کرد. پس تا مردم بر علیه شما حجت و دلیل داشته نباشند، حرفی برای گفتن داشته نباشند، اعتراضی داشته نباشند. علامه آلوسی رحمه الله نوشته المنعوت فی التورات قبلته الكعبه. چون که وصف این پیغمبر در تورات این گونه آمده که قبلته الكعبه لا الصخره و هذا النبی یصلی الى الصخره فلا یکون النبی الموعود. این که به طرف صخره و بیت المقدس نماز میخواند، پس این اون نبی موعود نیست. به این خاطر شما الان چیکار بکنید؟ شما به طرف بیت الله بخوانید، مسجد الحرام بخوانید تا مردم حجتی داشته نباشه. پس اونهایی که واقع بینند، اونهایی که اهل کتاب واقعی اند، اونها میدونند. اما یک سری افرادی هست که در هر صورت اینا اعتراض میکنند. یک سری از کنم موی دماغ هایی هست به تعبیر امروزی ها، یک سری مزاحم هایی هست که شما چه به سمت بیت الله بخوانید چه به سمت بیت المقدس بخوانید. لذا الله عزوجل میفرماید از اعتراض اینها نترسید. اینها در هر حال اعتراض خودشون را دارند. لذا الله میفرماید الا الذين ظلموا منهم، مگر آنهایی که ظلم کردند از آنان، یعنی کسانی که اهل عدالت نیستند، کسانی که واقعا درست کار نیستند، اونها همش معترضند، منتقدند. فلا تخشوهم واخشونی، از اونها بیم داشته نباشید، از من بترسید. ولی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون. این عطف است بر لئلا یکون للناس. الله می فرماید به جانب مسجد الحرام نماز بخوانید تا که مردم بر علیه شما دلیلی داشته نباشند. و علت پنجم تا اینکه نعمت خودم را بر شما تکمیل بکنم. نعمت الله چی هست؟ این بیتی هست که هدی للعالمین هست. ولی اتم نعمتی علیکم
ولعلكم تهتدون، تا که شما بر هدایت باشید. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمه. اذا الله عز وجل می فرماید که همان گونه که نعمتم را من تا اینکه نعمتم را تکمیل بکنم، همان گونه که من در میان شما رسول فرستادم. یعنی یکی از نعمتها و تکمیل نعمتهای الله عز وجل و اتمام نعمتها فرستادن این رسول است. می فرمایند که این کما ارسلنا در واقع متعلق هست به مفعول مطلقی که اینجا مقدر است، ولیتم اتماما کما ارسلنا فیکم رسولا، کما ولیتم نعمتی اتماما کنعمت ارسال الرسول فیکم، کنعمت ارسال الرسول فیکم، تا که من نعمتم را بر شما تکمیل بکنم همان گونه که این نعمت را بر شما من عنایت داشتم. فرستادم رسولی در میان شما، منکم، که از خود شما هست، یعنی بشریت رسول اینجا بیان شده. اما وظایف رسول اینجا وقتی که بیان شدند چند چیز هستند که جزء وظایف رسول هستند. یکی این که یتلو علیکم آیاتنا، چهار چیزی که 4 بار الله عزوجل در قرآن کریم اینها را ذکر فرموده. یتلو علیکم آیاتنا، آیات ما را بر شما تلاوت میکند. قبلا هم خدمت شما عرض کردم تلاوت آیات خودش یک وظیفه مستقل است، یک عبادت مستقل است، چه بفهمید چه نفهمید، چه متوجه بشوید چه متوجه نشوید. یکی هست عرض کنم تلاوت با مفهوم، این عبادت جداگانه است. بعد از مفهوم عمل کردن، این عبادت جداگانه است. یکی اینکه هیچ نمیفهمید دارید توتیوار میخوانید، این خودش یک عبادت است و یکی از وظایف رسول صلی الله علیه و سلم است. یتلو علیکم آیاتنا، این خودش برکات بیشماری دارد تلاوت. و یزکیکم، دومی و شما را تزکیه می کند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم معلم تربیت است. بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. صبح هم عرض کردم منظور از تزکیه هم پاکی ظاهری هم پاکی باطنی. پاکی ظاهری تمام پاکی ها را اسلام تعلیم داده. سبحان الله، چقدر بر پاکی ظاهری هم تاکید فرموده. بنده قبلا هم خدمت شما عرض کردم امروز اگر کسی تاکید می کند بر نظافت بهداشت فردی زیاد کمالی نیست. امروز همه امکانات هست، امروز آب فراوانه، امروز امکانات شستشو، امکانات بهداشتی به وفور پیدا میشه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در اون زمانی تأکید میکردن که یک مشکیز آب میخواستی بیاری با 24 ساعت با شتر میرفتی. اون زمانی که آب نبود، اون زمانی که آب جرعه جرعه بود، اون زمان دستور دادند به نظافت و فرمودند الطهور شطر الایمان، النظافت من الایمان. اون زمان دستور دادن که بار بار وضو بگیرید. اون زمان تأکید کردن برای مسواک. اون زمان عرض کنم دستور دادن که غسل جمعه واجب است بر هر محتلم. الله آیه نازل فرمو ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین، فیه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرین. اینها تمام تعلیمات رسول الله و دستورات الله برای پاکی ظاهر و همچنین پاکی باطن. اصل تزکیه پاکی باطن است. درون باید از شرک، از کفر، از نفاق، از بغض، از دورنگی، از حسد، از تمام مریضی های درون باید پاک باشه. و عرض کنم که تزکیه را
اولین مربی، اولین معلم تزکیه و اصلاح در این امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستند. من از همین جا خدمت کاربران یک نکته عرض بکنم. خیلی ها امروز سوال میکنن در رابطه با تصوف را که بدنام کردن بعضی از صوفی های دروغین، و الا اصل تصوف در اسلام همینه. و یزکیکم، تزکیه، اصلاح نفس و با یک مربی ارتباط برقرار کردن تا شما را راهنمایی بکند. اینه که از قرآن ثابته. اولین مربی، اولین استاد، اولین معلم اخلاق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. هیچ کس نمیتونه تصوف و تزکیه را نفی بکنه. بعدا در این لباس آمدند افرادی که به هر حال سوء استفاده کردند. خب در لباس علم هم آمدند خیلی افراد سوء استفاده کردند. در لباس دانشگاه هم افرادی آمدند سوء استفاده کردند. در لباس های دیگه هم چرا ما اونها را نفی نمی کنیم؟ پس مبادا اگر کسی سوء استفاده می کنند ما بیاییم اصل موضوع را رد کنیم، اصل موضوع را انکار بکنیم. الله عزوجل اینجا صراحتا فرموده و یزکیکم. البته من نمیدونم علتش را، چرا این نام قرآنی را که الله گذاشته تزکیه، و بعضی از بزرگان ما مثل علامه ندوی رحمه الله تزکیه و احسان میفرماید، تزکیه و اصلاح، این عنوانها که عنوانهای قرآنی و سنت هستند، بعضی از این عنوانها رفتن به سوی عنوانی که غالبا عجمی ها این عنوان را گذاشتند. بهتر همین عنوان قرآنی را ما ذکر بکنیم. لذا آن حضرت صلی الله علیه و سلم و هم این نکته را داشته باشید. بنده عرض کردیم این آیه 4 بار آمده. 3 جا تزکیه قبل از تعلیم است، 1 جا تعلیم مقدم است. معلوم میشه که اول انسان باید آمادگی داشته باشد درونش برای علم. اول تزکیه هست، تصفیه هست و تخلیه هست به تعبیر علمای این فن، و بعداً تحلیه هست. علم همون تحلیه هست. بعداً عرض کنم که هر زیبایی اول یه ظرفی رو ما تمیز میکنیم، شستشویش میدیم، بعداً توش شیر میریزیم، عسل میکنیم. لذا اول تزکیه، نوبت تزکیه و اصلاح هست. و یعلمکم الکتاب والحکمه، و برای به شما کتاب تعلیم بده و حکمت تعلیم بده. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، و به شما آموزش بده، تعلیم بده اون چیزی را که شما نمیدونستید. لذا این هم از نعمت من، این هم از نعمت هایی که برای شما فرستادم و برای شما تکمیل کردم. لذا شما بندگان در مقابل این نعمت ها چی کار بکنید؟ ببینید بیان شعب 5گانه برای تهذیب و تربیت اخلاق. الله عزوجل در مقابل این نعمت ها هم تحویل قبله را فرمود که ولی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون، و هم ارسال رسول را فرمود با این وظایف بسیار برجسته. لذا اکنون وظیفه شما فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اول ذکر، الله را یاد کنید که الله عزوجل چطور بر شما احسان فرموده. اگر مرا یاد کنید، فاذکرونی چگونه یاد کنید؟ فاذکرونی بالطاعة والدعاء، الله را عبادت کنید. این ذکر خودش هم یک طاعتی هست. سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، این هم خودش طاعتی هست. نماز ذکر هست، قرآن ذکر هست، همه اینها بر اینها اسم ذکر اطلاق میشه. فاذکرونی، مرا ذکر کنید، مرا یاد کنید. ای بالطاعت و الدعاء، اذکرکم، من شما را یاد میکنم. بنویسه بالثواب والاجابه، در مقابل طاعت شما به شما پاداش میدم، در مقابل دعای شما من اجابت میکنم، من شما را یاد میکنم. دعا هم ذکری هست.
پس اولین عرض کنم که شعبه از شعب پنجگانه تهذیب اخلاق ذکر است. دومی شکر است. واشکروا لی ولا تکفرون، مرا سپاسگزار باشید، سپاسگزاری کنید، ولا تکفرون، ناسپاسی نکنید. هرچی که ما شاکر باشیم الله عزوجل نعمت را اضافه میده. لئن شکرتم لازیدنکم، وعده الهی است. اما من خدمت کاربران میخوام عرض بکنم که شکر چیه؟ ما چند نوع شکر داریم. شکر در صورت تکمیل میشه که ما تمام شعب شکر را باید داشته باشیم. اولین شکر شکر قلبی هست. ما قلباً شاکر باشیم. پروردگارا من کی هستم، کی بودم، چه بودم، تو چقدر بر من احسان کردی، مرا با نعمت ایمان نوازش دادی، با نعمت دین، معرفت خودت، قرآن. قلباً هر نعمتی که میخوای شکرش را بکنی. یکی شکر دنیایش را میکنه، یکی شکر دینش را میکنه، یکی شکر سلامتیش را میکنه، یکی شکر فرزندانش را میکنه، فرزندان صالح. هر شکری، این هم خدمت شما بگم که هر شکری بکنید، شکر هر چیز را همون نعمت برای شما اضافه میشه. لئن شکرتم لازیدنکم، اینه که بیشتر اینو توضیح میدم. پس اولین شکر قلبی هست. انسان تصور بکنه که الله چقدر بر من احسان کرده. گاهی نیاز هست فکر بکنه و گذشته خودش را بیندیشه، فکر بکنه. دومی شکر زبانی هست. بعد از این که به این نتیجه رسیدی که به من نسبت به من خیلی احسان کرده، الان با زبان هم تشکر کن. الحمدلله رب العالمین. ما مردم فقط شکر زبانی داریم، فکر میکنیم شکر همینه. بعضی همین الحمدلله را هم نمیگن، به زبان خودشون میگه شکرت خدایا. اینم خوب، غنیمته، ولی ناقصه، کمه. اول قلباً، بعدا زباناً، سوم عملاً. شکر عملی، همه موارد را ما اگر داشته باشیم شکر کامل میشه. شکر عملی چیه؟ که ما از گناهان دست بکشیم، طاعات را انجام بدیم. اعملوا آل داوود شکرا. الله عزوجل به داوود و آل داوود چه میفرماید؟ که شما تشکران عمل کنید، خدا را سجده کنید. اعملوا آل داوود شکرا. پس شکر عملی هست. این تمام شعب شکر است. واشکروا لی، مرا شکر کنید. و اگر ما شکر کردیم، عرض کردم هر نعمتی را که شکر کردیم اون نعمت اضافه میشه. یکی میگه الحمدلله خدا به من مال داده، هم الحمدلله میگه، هم نماز شکر میخوانه. بالخصوص شکر عملی اگر داشته باشیم هر ستا میاد. چون انسان با خودش فکر میکنه من ربم را سجده باید بکنم، قلبی هم میشه، اون وقت زبانی هم میشه. انسان آیات و تسبیحات و تحمید و همه را میخواند و بعد عملی هم میشه. 2 رکعت نماز میخوانه به خاطر اینکه خدا رزق حلال داده، خدا بیشترش میده. و بنده پیشنهادم اینه که بیشتر برای نعمتهای معنوی شکر بکنیم. یکی از، همیشه برای طلاب یاد میکنم، یکی از مرشدها و مربیهای خوب که شاگردان خودش را و مریدان خودش را درست راهنمایی میکرد، یکی از مریدانش به من گفت که شیخ بزرگوار ما به ما گفته هر شب که نماز مغرب میخونید، اون قسمتی که نوافل میخونید، 2 رکعت نماز شکر ایمان بخونید. شکر ایمان، که خدایا تو به من ایمان دادی، مرا با خودت آشنا کردی، به من توحید دادی. شما که نماز شکر ایمان میخوانید، الله عزوجل ایمانتون را میافزاید. لئن شکرتم لازیدنکم، وعده الله است.
شما که نماز شکر رزق حلال میخوانی، خدای عزوجل رزق حلالت را بیشتر میکنه. شما که نماز شکر میخوانید برای فرزند صالحت، الله عزوجل صلاحش را بیشتر میکنه، فرزندان صالح را بیشتر میکنه. پس برای هر نعمتی جداگانه تشکر بکنید، برای هر نعمتی جداگانه شکرگزار باشید، الله بیشتر میکنه. پس دومین چیز که رب انتظار داره، واشکروا لی، شکرگزار من باشید، ولا تکفرون، و ناسپاس نباشید. دو تا شعبه ذکر شد و سه تای دیگه انشاءالله در درس های بعدی میخوانیم که ذکر هست. شاید بعضی از کاربران صبح اول وقت نباشند. اولی ذکر، دومی شکر، سومی صبر، چهارمین دعا، پنجمین تعظیم شعائر الله، که انشاءالله سه تای دیگر را در درس فردا توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.